آثارخانه، نویسنده و گوینده شاه منصور شاه میرزا. عجب منظره دلربایی است. آفتاب میخندد، برگها مثل عقیق میدرخشند، از زمین نور میبارد، سرد نمیشوم از تماشا. کی باور داشت در تیر ماه بهار میشود؟ میگفت دلبر با خود که به تخته تیریزه تکیه زده و بیرون مینگریست. وی از پرنیان رنگها که باغ را مثال رنگین کمان ساخته بود، ویزویزی چند زنبور عسل گرد خوشه انگور زرد تیر ماهی و نیز تنین آب جوی مست بود و به اختیار دست برویش برد و از نکهتی که از باغ می آمد نفسی عمیق کشید. شوهرش دلدار با حوصله خاکروبه ها را می برداشت و درون ستیل می انداخت و زیر لب کدام ترانه قدیمی مردمی را زمزمه داشت. مدت بود شوهر رفتروب خانه و حولی تازه کردن عاقل گاو و گوسفندان را انجام میداد. دلدار از بیرون برگشت، ستیل را گذاشت و روی حولی دستانش را شست. همسرش را دید که همچنان از هوای فرح‌فزا لذت می‌برد. باورش مشکل است، هم تیر ماه هم بهار. گفت به شوهر: هیچ چیز در این دنیای دو روزه پایدار نیست مهربانم. گفته بودم که این یک امتحان ما انسان‌ها بود. با یک توقف نیاز داشتیم. اینقدر پیشرفتی فناوری، حرص و جوش، جنگ‌های بی‌معنی. با یکدیگر ترحم نداریم. طبیعت را نابود کردیم، زدیم، شکستیم، سوختیم. فقط صدا نداشت وگرنه فریادش به آسمان‌ها می‌رسید. گفت دلدار در حالی که پیراهن نوش را به بر می‌کرد. باور می‌کنم اکنون که قول دادید از این به بعد به مصلحتم هیچ کاری نمی‌کنید، واقعاً تاج سرم شدید. به وجودتان می‌بالم. کارهایتان مناسب و منظم، ولی از یک چی بیم دارم. میترسم به گوش دیگران رسد و طعنه‌تان زنند. اینها کاری من یک عمر انجام دادم. بگذارید از این به بعد هم خودم این کارها را کنم. مردم ما را خوب میدانید. اکه بدون را دم میمانند. همین که ماشین لباسشویی و جاروبی برقی هم گرفتید کافی است. میدانید کاری من را چقدر آسان کرد؟ عزیزم، این کمترین کاری بود که برایت کردم. یک زمانها وقت بعضی ها میگفتند زن وزیر مرد، مسخرهشون میکردم. همین بیماری شاید سبب شد که به این حقیقت مسلم ایمان بیاورم. تو روشنی خانه‌ای دلبر. وعده مردانه میدهم تا هستم نمیگذارم خاطرت آزرده شود. در همین بیماری من تکیهگاه تو شدم و تو طبیب من. ما با یکدیگر مهر و محبت کردیم. خدا هم به ما رحم نمود. باور کنید مهربانی همه سختی ها را کمرنگ می کند. احساس می کنم ملکه زمین شدم. تصور نمی کردم یک روز صاحب سرم عاقل را تازه کند، ظرف ها را شوید. فقط خواهش می کنم خویشانتان نفهمند. باز زن کلام گفته طعنه‌تان نزنند. نمی خواهم به خاطر من گپ شنوید. چه ها می گویی عزیزم؟ خودم برایشان می گویم و افتخار هم می کنم. تو یک عمر کاری خانه، لباسشویی، نگاهبینی گاو و مال، خوراکپزیر، شستشو، رفت و روب را انجام دادی. من اصلا ندانستم بچه ها چطور بزرگ شدند. خاک بر سرم که دیر فهمیدم چی ها می کشیدی. مگر همین یک ماه که یاریت کردم چیزی از من کم شد؟ این فهمشی غلط است. کی گفته از یاری و همراهی به زن شأن و شوکت مرد را می کاهد؟ آنی که زن را میزند و رنج میدهد خودش مشتی پرد و عاجز است. مردن مرد به که بر سر زن دست بالا می کند. زن همسایه هم کارهایتان را دیده به شوهرش تعریفتان را کرده است. تا یادم نرفته امروز می گفت تمام وزن این ویروسی که دنیا را به زانو نشاند 5 گرم بوده است. باز گفت همانهایی که آن را ساختند از راه دور به واسطه موج تلفن ادارهش می کردند. یک ضحاک خرپول میخواسته از همه آدمان را زیر نظارت خودش داشته باشد و به کلان چند دولت پیشنهاد داده است در زیر پوست بندی دست هر نفر یک آهن به اندازه برنج نصب کنند و همه اطلاعات از شماره حساب بانک تا کلید تلفن ماشین با همان آهن خرد فعال شود.
گویا به پیشنهادش راضی نمیشوند و بعد وی همین ویروس را ساخته است. همین هم انسانگری شد. هزار فرضیه است عزیزم. آینده روشن خواهد شد که چی بود و چی شد. بی‌ترحم‌تر از انسان مخلوق نیست. بازی‌های روزگار بعضاً با فاجعه تمام می‌شوند. دیدی که اینقدر سرمایه عظیم از سرش ماند، نصیبش نکرد خورد. همه را گذاشت و رفت. همان بلایی که به سر انسان‌ها می‌خواست بیاورد، دامنگیر خودش شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینش را نمیدانم، ولی فایده خانه نشینی همین شد که بعد 20 سال زندگی من و شما یکدیگر را بیشتر شناختیم. شاید به قبل شما حکمت در این بلاغ بود که به قدر یکدیگر رسیم. گفت زن که پارچه جوراب و گردنبند را درون بارخلطه میگذاشت. اندکی از خود غافل شده بودیم، نه فقط من، همه آدمان. سختی و بدبختی ها چهره واقعی انسان ها را نشان داد. گرانی، فقر، بیکاری، بیماری پشت هم آمد. من نمیدانم حالا این نقاب ها و پنام ها را گرفتند، آنه که 40 خلطه آرد و 2 تانه برنج گرفت و حتی به همسایه نادارش قرض نداد، چطور برای آنها نگاه میکند؟ پنامش چی است باز؟ یک چیزهای میگوید که در قدیم به نقاب پناه میگفتند عزیزم. روزهای اولی پنجشنبه بیماری با همین پناه میگفته شما خانه همسایه رفتم که شوهرش دید و باز این اسپک چی است گفت و مسخره‌ام کرد. بعد خودش از کجای همین ویروس را آورد و اول خانوادهش، سپس ما و شما رو همه همسایه ها گرفتار شدیم. من بعضا معماهای روزگار را نمیفهمم. آنه که ذخیره کرد هم زنده ماند و اون همسایه نادارش هم نمرد. چه حکمتی داشت نفهمیدم. بخیر گذشت همش، بیا رویم که دیر نمانده، گفت شوهر. هر دو از خانه بیرون شدند و مرد دروازه را بست. صحن مکتب دانش آموزان صف کشیده و 25-30 نفر مرد و زن جمع آمده بودند. لباسی همه ایدانه و اکثرا در دست و زیر بغل بسته و بارقلته داشتند. به جز یک نفر، پیرمردی که با کسی حرف نمیزد. در دیوارها شعار و نوشتجات آویخته بودند با این مضمون: ما پیروز شدیم، خدا حافظ کرانه، همه چی گذشت، روزی نو، روزگاری نو. برخی یکدیگر را به بغل میکشیدند و تبریک میگفتند. گویی از روی یکدیگر سیر نبودند و با تبسم‌های ملح به همدیگر مینگریستند. جرأت نداشتیم تا سر چهارراه رویم. چقدر سخت بود. باور کن همان همسایه جنگلی و دغلم را پزمان شدم. این بار اگر دشنام و حقارت دهد چیزی نمیگویم. گفتن گیرد. از این گوش درآید از آن گوشم بیرون میکنم. میگفت پولاد به اکرم. اکرم که نرمک میخندید گفت: من فکر میکردم این دوره به پایان نمیرسد. به چهره تا حال نگاه کردی؟ چقدر در این مدت تغییر یافتی؟ هر روز با زنم جنگ و دعوا بود. شرکت هواپیمایی ورشکست شد، بیرونم کردند. آخرین پولهایم صرف خرید آرد و روغن شد. به خودم گفتم خدا ما را فراموش کرده است. خدا نه، ما خدا را فراموش کردیم. از اون بالا ایستاده همه عملهای ما را تماشا میکند. کاری خدا به حکمت نیست. دندان که داد نان هم میدهد. تو هم در شمار همان 200 میلیونی که بیکار شدند. غفلت از خودمان بود. گذشت همش. گفت پولاد به اکرم و اشاره کرد پهلویش نشیند. دیگران هم روی خرک ها نشستند. مدیر مکتب و پس منبر آمد. با انگشتش به بلنگو زد که خش و خش کرد و همه به سویش می‌نگریستند. ما امروز به خاطر آن جمع شدیم که پیروزی بر کرانه را جشن بگیریم. نبضی جهان به هم زد، ورق برگشت. دهه‌ای خوردی ما هم تلفات داد. مدتی بود همدیگر را ندیده بودیم. امروز اولین روزی دیدار پس از خانه نشینی اجباری است. پدرها در آرزوی روی پسرانشان جان دادند. مادران با حسرت دیدن فرزند در سینه قبرستان خفتند. اکثر ما و شما داغ و غم دیدیم. بیماری جهانگیر نگذاشت در کنار یکدیگر باشیم. حتما میدانید که امروز میخواهیم آثارخانه را افتتاح کنیم. به خاطر همین از شما دعوت کردیم هر کدام اشیایی را در این آثارخانه به عنوان یاد و خاطره از دوران سنگین و سخت کرانه بگذاریم. در سر قبر گذشتگانمان نشانه یادگار میگذاریم. بگذار همین کار را در اینجا در آثارخانه هم انجام دهیم.
مدیر مکتب ادامه داد: تاریخ حافظه انسان هاست. آن را باید حفظ کنیم و به نسل‌های بعد از خودمان هم دهیم. ما معلمان به یک گروه پدر و مادران مصلحت کردیم تأسیس همین آثارخانه شاید تواند این رسالت را انجام دهد. روزهای سخت گذشتند، دارا هم علم دید و نادار هم، اما ما پیروز شدیم، زنده ماندیم. بیماری گم و نیست شد. با اجازه شما از بابای فیاض که کهنسالترین ساکن دهه هستند میخواهم فاتحه دهند آثارخانه را باز کنیم. بابای فیاض که در صف اول می نشست ریشش را خلال کشید و عصازنان به نزد منبر آمد. مادر من از آنهایی بود که از وبای دهه دویم عصر گذشته نجات یافت. 5 ساله یا 6 ساله بودم که چوپانی می رفتم. مادرم نقل کرد که در دهه 6-7 خانواده بیشتر باقی نماند. بعضی دهه ها به کلی خالی شدند، همه فوت دیدند. من آخرین بازمانده آن دورانم و اینها را از تجربه می گویم. قحطی و جنگ را دیده بودم، ولی این چیزی دیگری بود. نان و آب و صلح آن دو را حل می کرد، اما این درد دوا نداشت. هر روز یک علامت دیگر پیدا می کرد. قدر و قیمت یکدیگر را دانید. دیدید آدم در پیش یک ذره ناعیان چقدر عاجز ماند. بغض گوریش را گرفت و قطره های اشک بر روی ریشی سفیدش ریختند. مردی قامت بلند گوشه های جامه‌اش را جمع کرد و از جای خیست. چی در کارم این کارها؟ به این هم من برادرم را از دست دادم. این علم و غصه بس نیست که باز امروز ما را جمع کرده و زخم ما نمک می پوشید. ما زخمیم، هر کس کرانه گرفت تا آخر عمر مثل مجروحان جنگ دردمند میماند. من تصور میکردم با ما آرد و برنج میدهید. این کارتان چی معنی دارد؟ و من همین آثارخانه شما اصلا در کار نیست. هیچ چیز هم ندارم که در آثارخانه مونم. گاو و گوسفندانم را فروختم. آبی دیدم خوش نشده، باز آمده علمم را تازه کنم. گفت مردی قد بلند. کسی نامش را گرفت و صدا زد. صدای نیاز معلم تاریخ بود که گفت: گوش کن سلطان، علم من از تو کم نیست. تو برادرت را از دست دادی. من از زن و خواهرم محروم شدم. نگذاشتن که روی گرمشان را بینم. خیال میکنی ما حسرت نداریم؟ آثارخانه برای آن است که عزیزان ففتیده را به یاد آریم. خاطره ها را به این بچه ها به آیندگان باقی گذاریم. بدانند ما چی روزگار را داشتیم، چی بلایی به سرمان آمد و گذشت. مردی قامت بلند نگاه به حاضران انداخت و محزونانه در جایش نشست. مدیر دوباره نزد منبر آمد و دعوت کرد وارد مکتب شوند و خودش از دست بابای فیاض گرفت و هر دو قدم زنان پیش راه پیش گرفتند. موی سفید میگرست و با رویمال دستش اشکهایش را پاک میکرد. صنفخانه را آماده نموده بودند. مدیر از بابای فیاض خواست با قیچی نوار را ببرد. با دست لرزان نوار را برید. پدر و مادران وارد آثارخانه شدند و دانش آموزان روی راهرو قرار گرفتند. 2 جاروب را که دسته هایشان مثل 2 طرف سیکنجه به هم می رسید و در میانشان چوبی راهنما قرار داشت روی رف گذاشته بودند. ما 2 فراش و معلم جغرافیا را از دست دادیم. این نشان از آنها، گفت مدیر مکتب و به همکارش اشاره نمود. همکارش معلم جوان کنار میز نشست که رویش دفتر و خودنویس گذاشته بودند. نخستین شده پیرزنی که چشمانی کبود داشت عینکی را به دست معلم جوان داد. خدا رحمتی شوهرم با این کتاب میخواند. معلم جوان چیزی در دفتر نوشت. همینطور باقی مانده ها یکی پیراهن، دیگر آینه، آن یکی ترازو و نفر عصای را به عنوان یادگار از عزیزانشان و آثارخانه تقدیم نمودند. سراج آشپز دهه به نزد معلم جوان آمد و گفت: تنها پسرم، فرشته نجات، پزشک بچگان قربانی کرانه شد. بیماران را درمان میکنم گفت و خودش از درد بی علاج جان داد. برایش دعا کنید. گفت و خلعتی سفید را روی میخ آویخت. این آینه یادگاری مادر من است، گفت عبدالسلام سرتراش. آن را همین جا میگذارم. گاه خود را نگاه کنیم که چه ها کردیم و چه ها خواهیم کرد. دلدار از درون بارخطی دلبر 2 جفت جراب، 1 گردنبند و پارچه گلدوزی را که عکس کبوتر در آن دوخته شده بود بیرون آورد و گفت: در این مدت ما هم مثل شما از خانه بیرون نآمدیم و اینها محصول دستی همسرمند. بگذار این یادگاری از ما باشد. همسرم در دوران محدودیت بافندگی و گلدوزی را یاد گرفت. گاه محرومیت محدودیت نه فرصت می شود.
فرصتی پیشرفت و رشد. این کبوتر را من کشیدم و او دوخت. راستی گفت فکر نمی کردم از این بیماری جان به سلامت میبریم. میخواستیم کبوتر پیام ما را به فردایان برساند که هر سختی پایان دارد. سلطان عکس برادرش را از بغل کیسه بیرون آورد و لحظه به آن نگاه کرد و بوسید و روی میز گذاشت. بابای فیاض ساعتی آویزان میانش را کشاد و روی میز نهاد و گفت 50 سال با من بود، حالا مالی آثارخانه. هیچ چیز مثل وقت داوری عادل نیست. معلم جوان اشیا را یکی یکی میگرفت و در دفتر نام صاحبان آنها را ثبت میکرد. پیرمرد خاموش که ساقی نام داشت و تا آن لحظه چیزی نگفته بود، دستی لاغرش را بالا برد و هش و هش کنان گفت همدیهگان عزیز، غم من در این دیوار نمی گنجد. شما که کسی را از دست ندادید، چرا غصه داشته باشید؟ گفت سلطان. این حرف را نگو. اندوه شما اندوه من است. باری از پدرم پرسیده بودم که مرا به اندازه چی دوست می‌داری؟ گفت سگی دیار. خیلی غمگین شدم و به خودم گفتم پس پدرم مرا عموما دوست نمی‌دارد. نگاهی معنیدار طرفش کردم که فهمید و گفت حالا بزرگ شو، بعد معنی گپی مرا میفهمی. وقتی همسایت همدیهت شاد باشد، گرمی آن به تو هم میرسد، ولی برعکس غمگین باشد فرسوده و افسرده میشوی. ناله های زار مادران شبها مرا آرام نمیگذاشت. من در این مدت خواب نداشتم. صبح که از خواب برمیخستم دلم میلرزید که حاضر خبری ناخوشی میآید. دیه را غم فرا گرفته بود. اکنون بیایید شادی امان را عمیق کنیم. شادی و خرسندی خوشی نو می آورد. محبت شما، زنگ های تلفنی، احوالپرسی و خبرگیری شما بود که من زنده ماندم. شما پناهگاه من بودید. من هم کرانه گرفتم، ولی مدام به خودم می گفتم مادام اینقدر دوستان و همسایه های مهربان دارم، بیماری نمی تواند مرا از پای افشاند. امید دیدار شما مرا دوباره به زندگی برگرداند. باور کنید بیشتری فوتیده ها از غصه مردند، از بیم، از ترس. شک نکنید. همین گپ ها چی در کار؟ شفا را خدا می دهد. دوباره گفت سلطان. درست می گویی، ولی 80% بیماری به روح وابسته است. روح قوی باشد بیماری شکست می خورد. همین شما در این آثارخانه چیزی از خودتان گذاشتید. من می خواهم درد و رنج، غصه هایم را برای همیشه اینجا گذارم. نمیدانم در دیوارهای آن توانی برداشتن آن را دارند یا نه، ولی باور کنید اندوه هم عمیق است. همین جا می گذارمش. از این بعد بیایید منمنی و کینه، بدبینی، حسادت و بخیلی نکنیم. دیدیم که در پیش یک ذره چطور عاجز ماندیم. هیچ کس نتوانست کاری کند. وقت چقدر آهسته و کند گذشت، چون که ما منتظر بودیم، منتظر همین روز. زمانه تیره و بیرنگ بود، زیرا ما غمگین بودیم. غممان عمیق و طولانی شد. حالا بیایید شادی هایمان را زیاد کنیم. به این هم غم کافته کافته ما را می‌یابد. گفت پیرمرد. بابای فیاض که این همه را میشنید عصایش را تکان داد و گفت چرا اعتراف نمیکنیم در یک دهه خردکک یکدیگر را چشم دیدن نداشتیم. هزار اسپند و زنجبیل را برای کران دعای و دوا گفتند. ما پیرمردان نتوانستیم کوه رویم و بیاریم. نام نمیبرم آنی که همین گیاهان را با نرخ کمرشکن فروخت کجا رفت؟ با خودش چی برد؟ بیایید عهد بند من بعد از انصاف دور نشویم. مادامی که زهر هلاهل را میتوانیم به نوشدارو تبدیل دهیم، آن وقت دانیم که زندگی میکنیم. مطمئنم همین شما در این خانشینی مجبوری به این نکته پی بردید. مرده های سلفن پیش را به یاد بیاریم و عادت های بد را همینجا در آثارخانه بمانیم. دیگر کسی چیزی نگفت. مدیر به دانش آموزان اشاره کرد که روند. بابای فیاض، سلطان، نیاز، پیرزن چشم کبود، سراج، ساقی، عبدالسلام، پولاد، دلدار، دلبر، مدیر مکتب، معلم جوان از در بیرون شدند. به یادی کسی نزد که در را ببندد. دری آثارخانه باز بود و بوی غصه از آن بیرون می آمد. پایان داستان.